سلام بچه‌ها، خوش اومدیم به ویدیو. تو این ویدیو اومدیم اسکی بریم از کیودی پای اومدیم نه این خزاخیلا که خودم هم تقریبا جزء بشونم و تحلیل کنیم. شهاب چون. خب دیگه بریم سراغ ویدیو. ساب، لایک، کامنت، زنگوله رو هم بکنین تو کس خواهر بهنام. بریم اولین ویدیو. الان اینا ازدواج کردن. حاجی تو این رابطه کیو میکنه؟ سبحان الله، عروس غیب شد. شهاب خطر. هر کی سابلن کنه میدم این یارو بزند، بعد این زنم با دیلدو بکن. خب بچگی چون داده نباید خال صورتی چی میگه دیگه؟ کپی رایت هم بخوریم دیگه. به اینا رو بعد ویدیو میکنه تو کون. این موزه رو اینجا، اونا رو بعد ویدیو میکنه تو کونش. خیلی حاجی واقعا محتواش قویه. ناکن تو خونه‌شو داره واقعا. تو رابطه اینا کیو میکنه؟ البته نگی تو رابطه باشه. اوه ساختگی نیست بچه. قلب بازار تهران تولید کننده پرده ساختگی؟ دوستان عزیز، ما 30 سال سابقه کار داریم از تولید تا مصرف. داره تمرین میکنه که یارو رو بگیره و سراسر دنیا هم ارسال بروز. بچه‌ها ضمانت شستشو دارن و 5 سال گارانتی. مغازه‌ها میتونن سفارش بدن به صورت عمده همیشه و هر وقت موجود دارن. SRA پارچه ها نرخشون از ترکیه تبلیغ چی بود؟ و در ایران با بهترین من حواسم نبود. هستن و ارسال بروز هستش و جدیدترین بوک مجموعه SRA. این جدی چرا این شکلیه؟ این شبیه کونه مرغ میمونه. صورت عمده دارم با قیمت خیلی خوب و قیمت خیلی پایین. اوه ولی ساختگی نبوده، همه چیش طبیعی بود. عشق کردم مثلا. اوه ها؟ اینو میگه عروس مازندرانی. فقط برای رفع کپی رایت. چونه مازندرانی کپی رایت دیده. این ولی فکر کنم عروس مازندرانی. این دوتا این زنه بیشتر خوشحاله واجی. ساعتشون هم خود خاره این دوتا اینو بگی. ولی یاجی این چیه آخه خدا؟ این الان کی مرده؟ کمک کنی. اوه این چیزی کوچولو بود تو اینستا قدیما مارو. اوه تقشه میخواد بندازه. جان من بده بکنیم. نه آقا نمیشه. میخواد بکنته چجی. بریم هم غذا بخوریم. میخواد بکنتت. 1 2 3 4 بسم الله الرحمن الرحیم. تولیدی 9 مبلمان 10 هاشمی هستیم. حداقل 13 14 نفرن. همه میخوان اینو بکن. اینا فیلم برداره. تو یافت‌آباد هستیم. من و شادی اومدیم. شادی ولی این چرا اینجوریه؟ بیاین اینجا، خودتون اینجا شبیه کونه مرغ میمونه جدی. کارخونه خودتون با سلیقه خودتون رنگ کنین. هادی چوپان ورژن زن با پوتاک تو این داستانه. مبلمان هاشمی تولیدی هستش که 0 درصد تولید توی کارخونه میتونید از مسئله این است این برادرشه یا برادرشه. مرسی مبلمان هاشمی. برید تو پیج. الان میریم تو کارش. مرسی که گفتی. تو جونش ویبراتور جاساز کردم.
بابا یعنی چی 10 سال اینجا چه کارایی داری شما انجام؟ متوجه شدین؟ ولی دقت کرده باشین کل محتوای پیجش تبلیغی اصلا یه دونه چیز خودجی عادی هم نداره. بابا 10 سال گارانتی داریم. 10 اوه سال اوه پالیش اوه میخواد بپره با این لب همه پیجه. سلبریتی ها اومدن اینجا کار انجام دادن. کاراتون چی داری شما اینجا؟ همه از اون ول کن فقط یه نفر خوب. به به قضیه اون موتور چیه؟ اون آقای دکتر هرکی بیشتر تایم چون دادنش بیشتر باشه بهش میدن. برو آقای دکتر بکش پایین برات بخور. کاری آقای دکتر 10 سال گارانتی 10 سال پالیش رایگان 10 سال وایسا چی اینجا قرمر نمیده. آقای دکتر فکر کنم یکی بدتر از اینه. افتادم به جون هم. تا نگی من قیرو میدم الان. یه اجازه بده. اوه 10 سال گارانتی داریم. خب 10 سال عجب چون میمونه. خب برید تو کپشن. باش یه بار دیگه من ببینم. یه بار دیگه هی فکر کنم یاری دکمه رو میزنه ویبراتور رو میره درجهش بالاتر. اوه اینا میخوان گنگش کنن. باز فیلم بردار نیستیم دفعه. فیلم بردار این بچه هست بیچاره. این یارو تو چشاش گیره عجب کسخلی افتادیم هست. این یارو کچله بنده خدا. حالا بیا زوم 1 ببینید اگه اومدید حالا سفارش دادید غذا خوشتون نیامد نمیخواد حساب کنی برو. اینو بکن حساب نکن برو بده. یه آقای مهربونی اسمش شهابچون میاد جای شما حساب میکنه. همین کارو بکنی بریم مستر برگر و سوخاری و پیزا تو اهواز. انقدر که تعریفش شنیدم خودم اومدم مگه نه؟ بله کاملا درسته. خوشش اومده. اوه وایکیتی هادمونو بالا شمران جان خاینه. اوه وایسا یه بار دیگه. مع نجم الكبير الحلو وایسا وایکیتی یه بار دیگه ما بریم دوربین. برو برگرد دیگه. خب مدیر کبچونی داری. به اوه پرانتزه که ویدیوها رو همه دیدم فکر کنم. شروین هم داره میگه عجب گیر کسخلی افتادیم ما. این چی میگه؟ برو بهش بده. بسته بریم تو پیجش این چه خبره. اوه شهابچون این باید ادیت بشه. این شهابچونه نگاه کن بچکونیش اوه ازش میباره. و تبارک الله. بذارین کامل بگم اصلا قشنگ تحلیل کنم. اصلا کل پیجش که تبلیغه. چقدر فالوور داریم. و حاجی اون که تو ایران میگن هرچی کسخل‌تر فالوور بیشتر حقه ها. ولی به جز بعضیا چیز حواسم نبود. این چی میگه؟ اینو ببینیم بابا ول کن کسه خاره مال دنیا. پلی شو دیگه آقا شهاب جون. اوه مدیر کبچونی داری. اوه تبارک الله. چی دارم فکر میکنم واقعا چیز جالبیه. مرغابی های پشت راست کردن الان میاد میگه بده بکنیم
تبارک الله. این حق دخترها رو خورده آجی. اوه 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 باری کلا. باری جلتا علی هوش نکرد. ببین کل محتوای پیجش ببین الان 255 تا پست داره. خب فکر کنم کلا 256 تاش تبلیغ باشه. جدی همه چیش تبلیغ کتکش. نگاه کن مثلا این فرشم این پیج خریدم حاجی شبیه حوله نه اوکی. خب دیگه واقعا هیچی محتوا نداره. چجوری 2 میلیون فالوور یعنی 2 میلیون 2-3 میلیونشون بکنن. یه مش پیرمرده گی افتادن تو پیجش. یه همینه دیگه کلش دیگه. چی میخواد باشی؟ برم سراغ کارم. مرسی که تا اینجای ویدیو دیدین. خداحافظ. تبارک الله. قطع نشده دیدم.